پست رو تا آخر ببین چون مطمئنم سوال تو هم هست. امروز اومدم اینو بهتون بگم که 70% سال موندن پیرسینگ برمیگرده به خودت و فقط 30%ش انجام پیرسینگه. وقتی پیرسینگ تو زدی باید پومادت رو بزنی، محل پیرسینگ رو تمیز نگه داری و به هیچ عنوان به هیچ ضربه نزنی. منظورم از زدن پوماد و مراقبتاش منظورم این نیست که یک لایه پوماد رو شما بردارین و بمالین که روش بمونه. به هیچ عنوان. پوماد رو با گوش پاکن به اون منطقه کاملا میزنی و بعد اون خاصی دفعه بعد پوماد رو بزنید، محل رو با سرم شستشو حتما قبلش تمیز کنین و روی پومادی که زدین دوباره پوماد نزنین. و مسئله بعدی که خیلی 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 بازم تاکید میکنم خیلی مهمه، این که لطفا صبر داشته باشین. نیازی نیست بعد یکی دو هفته که پیرسینگتون رو انجام دادین حتما پیرسینگتون رو عوض کنین. شما باید اجازه بدین که محل پیرسینگ خوب بشه و بعد یه پیرسینگ دیگه بندازین و حداقل تا 3 ماه باید پیرسینگ بیس روی اون نقطه پیرسینگ شده باشه. شما با تعویضش فقط باعث ایجاد کلوید میشی، چون پوست سعی میکنه خودش رو ترمیم کنه، کلاژن تولید کنه و شما با عوض کردنش باعث زیاد شدن اون کلاژن میشی و وقتی کلاژن زیاد بشه نتیجهش میشه کلوید. لطفاً این مواردی که گفتم رو رعایت کنین، چون انقدر مهم بود ترجیح دادم که پستش کنم و هر چند وقت یه بار بهتون یادآوری کنم.